سلام و درود خداوند بر شما برادران و خواهران عزیز. الله رب العالمین در قرآن عظیم الشأن بعضی صفتهای مردان و زنان مسلمان را بیان می کند. صفتهایی که باعث آن می شود که انسان مورد رحمت پروردگار قرار می گیرد. صفتهایی که در هر مرد و زن مسلمان باید وجود داشته باشد. خوب توجه داشته باشید. الله رب العالمین می فرماید استعیذ بالله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مردان و زنان مؤمن دوست و یاوری همدیگر هستند. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یکدیگر را به کارهای نیک امر می کنند و از کارهای گناه یکدیگر را باز می دارند. و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاه. نماز را برپا می دارند و زکات مال را می پردازند. و یطیعون الله و رسوله. و الله و رسولش را اطاعت می کنند. اولئک سیرحمهم الله. اینها مردمی هستند که الله رب العالمین آنها را مورد رحمت قرار می دهد. ان الله عزیز حکیم. همانا خداوند غالب و حکیم است. صدق الله العظیم. برادران و خواهران عزیز، با این صفتهایی که الله رب العالمین برای یک مرد و زن مسلمان بیان می کند خود را زینت بدهید. برای همدیگر دوست و یاور باشید. یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنید. یعنی به کارهای نیک یکدیگر را امر نمایید و از کارهای گناه یکدیگر را باز دارید. نماز را برپا دارید. زکات مال را بپردازید. و از همه مهمتر الله و رسولش را با جان و دل اطاعت نمایید تا مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.